به ما ثابت شد فلیک رشفورد رو احیا کرده. پسر انگلیسی هم به نیوکاسل سوپر گل زد، قبول. ولی فکر کنم منچستری به تو هم ثابت شد که مشکل تیم رونالدو، رشفورد و گارناچو نیستن، چون حتی اون اونانای خدا زده هم تو اولین بازیش بعد رفتن از منچستر 8 تا سیو داشت. سیتی با 23 تا شوت نذاشت ناپولی نفس بکشه. بعد تو میگی دوران پپ و سیتی تموم شده، تیمی که بچه قولش توی 7 تا بازی 12 تا گل زد و 2 تا پاس گل داد. گالاتاسرای هم نشون داد فقط خریدای پیر و گرون استقلال ناامید کننده نیستن. اونا هم بعد کلی خرید پرسر و صدا 5 تا از آینتراخت فرانکفورت خوردن. تو هم که عاشق فوتبالی همین الان فوتفکت رو دنبال کن تا بهت بگم هالند با گلی که دیشب زد تاریخ سازی کرد و با 49 بازی به 50 گل زده توی چمپیونز لیگ رسید، با تعداد بازی کمتری نسبت به هر بازیکن دیگه‌ای. دروازه‌بان کلوب بروژ هم شاهکاره. دقیقه 10 پنالتی داد، بعد پنالتی رو گرفت، تو صورت داور خوشحالی کرد و کارت زرد گرفت. دقیقه 19 مصدوم و تعویض شد.